در باره دو زنه وقتی که گپ زدیم، زنها ناراضی، زنهای یک، لیکن زنهای دو چرا زنی دو شدند؟ مجبور شدند. و این الله تعالی پیش از آفریدن زمین و آسمان ها 50,000 سال پیش وقتی که تقدیر کرد، الله تعالی میدونست که مردها در دنیا کم هستند یا اینکه حاجت مردها به زنها بسیار است و این حلال کرد. کسی که دویم زن را تحقیر میکند از الله تعالی ترسد تا اینکه به سر خودش همین روز نبیاید. یعنی بعضی آدم ها دویم زن فاحشه میگن، نعوذ بالله. اون دویم زن ها از خرسندیشون دویم زن نشدن، مجبور شدن دویم زن شدن. کی میخواهد یک دویم زن شود؟ همه میخواهد یکم زن باشد، همه میخواهد زنی محبوب شوهرش باشد. این دویم زن تحقیر نکنید. اون زن ها دخترتون دویم زن شدنش ممکن، دویم دخترتون چهارم زن شدن، این اصلا عیب نیست که یک زن شوهر دارد، حلال و پاک شوهر دارد، دویم زن است. حضرت عایشه سیوم زن بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از حضرت عایشه خدیجه رو گرفته بودند. وقتی خدیجه از دنیا گذشتن سودا رو گرفتن و حضرت عایشه رو گرفتن و غیر عایشه باز 8 دیگر زن داشتن و حضرت عایشه مادر مومنین ها از دنیا وفات کرد. و ما همیشه حدیثایش رو روایت میکنیم، برای رضی الله عنها میگوییم زنی یکم نبود، شوهرش یک زنه نبود. عیب ندارد، زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم مادران مومنین ها هستند. مقصد این که دویم زنها رو یکم زنها عیب نکنید، دویم زنها رو یکم زنها فاحشه ننامید، نعوذ بالله. این تهمت از 7 گناهی کبیره هست در دنیا. از همه کلانترین گناه ها یکمش شرک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم من شما رو به کلانترین کلان ها، گناه های عظیم آگاه نکنم؟ صحابه گفتن که آره آگاه کنم. گفتن که شرک و الله تعالی کسی را شریک آوردن. بعد در دوامش عمل گناه های کبیره رو نقل کرد. گفتن که و قذف المحصنات الغافلات، تهمت کردن زنهای مومنهای از زنا، پاکی از زنا غافل، زنا حتی به ذهنش نمیاد، از زنا غافل را تهمت کردن یکی از 7 گناه های کلان در دنیا هست. ای تو فاحشه نمیشدی، دویم زن نمیشدی، نعوذ بالله. این بسیار گناه عظیم است. احسبونه هینا و هو عند الله عظیم. شما گمان میکنید که این سبوک است و این در نزد الله تعالی وزنین است.